بیای علی. مواظب باشه جایی نخوره باپا. شوکت بدو. شوکت بیا. آخش داشت شلوارم میافتاد، نزدیک بود شرفم بره که هم تو این کارتون رو آشغال بریزید بابا. خاک بر سرت، فکر کردم داری میمیری جانب خدا. میگم شهروز لااقل میگفتی مهیار بیاد کمک اساسای خواهرشو جابجا کنه. حالا خوبه 4 تا کارتونم بیشتر جهاز نداره. وا مادر جون این چه حرفیه که میزنی؟ حالا خوبه 2/3 بار کامیون اسباب منه ها. ای آخ پاره شدیم ما. مامان خیلی کار خوبی کردی خونه 2 طبقه گرفتی. آخه دیگه مثل قدیم نیستش که عروس و مادر شوهر با هم یه جا زندگی کنن. حالا میمردی کمک دست عذرا باشی؟ مادر شوهر به این خوبی و مهربونی یا آب و نونی جلوش بذاری تو کارهای خونه بهش کمک کنی، ظرفا رو بشوری، خونه رو جارو کنی. ما نمیدونم تو روز پایین باشیدا ولی شب موقع خواب شهروز باید تکیمو بخوابه چون ما تنهایی میترسم. علی ها وا نداره. ولش کنین عذرا. بیا بریم پایین رو بچینیم. این نوع عروس گناه داره. لازم نکرده ما پام درد میکنه نمیتونم. ما رفتیم پس. عذرا چیه داد میزنی؟ گوش وایساده بودی؟ چی میگفتید پیرزن قرقرو؟ ها؟ ما؟ چیه؟ یادت رفته خواهرت منم؟ شدی فامیله و دختره؟ نوکه میاد به بازار کهنه میشه دلازار. نه عذرا در مورد تو حرف نمیزدیم ولی کارات خیلی زشته. شوکت قبلا هم بهت گفتم هر کی در مورد زشت و زیبا حرف زد تو یکی هیچی نگو با اون دماغت که چسبیده به صورتت. راستی سرویس چای خوری عاطفه اشتباهی نیومده بالا؟ چه شکلی بود؟ اونها پشت سرته. ایوا دستم خورد. عذرا عروس و مادر شوهر به کنار، حق همسایگی این نیست. به جای این حرفا برو ازش بپرس ببینم ساعت خوابش چجوریه. زورا کی میخوابه؟ چطور مگه؟ میخوام دار قالی پهن کنم هر دقیقه یکی نگاد بگه گوم گوم صدا از بالا میادا. تو این خونه جون میده فقط قالی ببافی. اره مادر جون آب گرم کن تو آشپزخونه است. اره زیادش کنم میخوام برم حموم خیلی خستم. باشه برو. آره پول گاز زیاد میاد. ما هم انقدر نداریم که ور پول گاز بدیم. آره اینجوری تو مصرف آبم صرفه‌جویی میشه. آره عذرا نگو که آب کم کردی. به تو ربطی نداره. تو رو خدا این عقده بازی‌ها رو نکن. آدم عروسش اینجوری انقدر اذیت نمیکنه. نه خیرم اینا اذیت نیست به نفشه. مگه بیبی خانم نبود اون قدیم ندیما با یه بچه کوچیکو یه من کار. ای دستام یخ کرد. آخه تا کی با آب یخ کنه بچه بشورم؟ میگم بیبی خانم نمیشه آب گرم کنه روشن کنی؟ نه نف نداریم. حواله نف بهمون نمیدن که تو 2 ساعت باهاش لباس بشوری. اون لباسا رو با نصف این ساعت هم میشه شور.